از احترام. سوال متداول بسیاری از مادرانی که نوع زایمانم آیا در سونوگرافی 3 ماهه آخر تشخیص داده میشه. برای تعیین نوع زایمان سونوگرافی نقشی داره و متخصص زنان و مامای محترمم نقش دیگه‌ای. از لحاظ اینکه اگه سر پایین باشه یا سفالیک باشه، جفت مکانش مناسب باشه و پایین نباشه، میزان مایع دور بچه و اینجور مسائل اوکی باشه، بند ناف دور گردنش نپیچیده باشه، رگی سر کانال زایمانی نباشه، اینا مسائلی که بله در سونوگرافی تشخیص داده میشه و نظر ما این زایمان میتونه از نوع طبیعی باشه. اما تنگی لگن، ضایعات ناحیه تناسلی و یک سری مسائل دیگه توسط متخصص زنان محترم یا مامای محترم تشخیص داده میشه. پس تعیین نوع زایمان یک مسئله مولتی فاکتوریال هستش که هم به عهده سونوگرافی و هم به عهده درمانگر شما میباشد. ممنون.